سلام شاگردان محترم، خوش آمدید به درس امروزی و ادامه درس. در درس قبلی متاسفانه یک اشتباه صورت گرفته بود. توابع اکسپوننشیال و یا هم اکسپوننشیال فانکشن این توابع است که قاعده ثابت دارن و توانش یک متحول است. درست است؟ توان متحول است. ولی در توابع درجه یک، درجه دو، درجه سه قاعده متحول است. توان یک عدد ثابت مشخص و معلوم است. درست است؟ x مربع، x مکعب جمع یک، x مکعب جمع دو، x جمع یک. این توابع درجه دو است و درجه سه است، بخاطر که قاعدهشان اعداد متحول است و توانهایشان اعداد ثابت است. در توابع اکسپوننشیال ما قاعده ثابت داریم و توان متحول داریم. درست است؟ اینمی فرق میخواستم یاد بشم. توابع اکسپوننشیال اکثرا مثلا توابع دو به توان x بر قیمت های بسیار کوچک، بر قیمت های منفی لایتناهی، دو به توان منفی لایتناهی، یکی در دو به توان لایتناهی، یکی در دو به توان لایتناهی چی است؟ خب دو ضربی دو ضربی دو ضربی دو ضربی دو ضربی دو است که لایتناهی میشه و یکی در لایتناهی مساوی به چی است؟ صفر است. درست است؟ یک عدد خرد تقسیم یک عدد بسیار بزرگ تقریبا مساوی به چی است؟ صفر است. از این خاطر این تابع وقتی که به لایتناهی میره در محور x، وقتی که به منفی لایتناهی بره، قیمت تابع به کجا میره؟ به یک عدد بسیار خرد صفری میره. در محور y قیمتش صفر میشه و همچنان اگر در مثبت لایتناهی بریم هم قیمت تابع به چی میره؟ اینجا باز با مثبت لایتناهی میره. با توان لایتناهی، البته لایتناهی از با مثبت لایتناهی میره. دو توان منفی x هم معکوس دو توان x است نظر به محور y. خب البته در رسم توابع میتونه که جدول را رسم کنیم، قیمت های محور x را در نظر بگیریم، قیمت های محور y را در این تابع پیدا کنیم و در تابع اکسپوننشیال و رسم کنیم. 3 ضرب دو به توان x چی است؟ خب اگر دو به توان x یک تابع باشه که از فرض کنیم از یک بگذره به این شکل، درست است؟ به این شکل بسیار آهسته تر. 3 ضرب دو به توان x چی است؟ سرعت یا شدت قیمت محور x بلند میره. برای هر دو به توان x ما ضریب 3 داریم. بمونه که یک ما 3 میشه، مثلا 3 ما 9 میشه، در اینجا می باشه. یعنی سرعت تغییر تابع دو به توان x شدیدتر میشه، در محور y شدیدتر میشه. یعنی در محور x یک تغییر بسیار کوچک در محور y یک تغییر بسیار بزرگ نشان میده. در محور x یک تغییر بسیار کوچک در محور y دیگه به این اندازه تغییر نشان میده، یعنی میلش کم است، میلش مثلا 10 درجه است. مگم دیگه تابع اگه ببینین همین تغییر را به این اندازه است، میلش تقریبا 80 درجه است. یعنی تغییر، سرعت تغییر را نشان میده از ضریب. اگر ضریب بزرگتر از یک بود سرعت تغییر بیشتر میکنه. یعنی قیمت هایی را که دیگه داشتیم، خب البته این قیمت ها را ضرب 3 میکنه، به خاطر که این قیمت های دو به توان x هست. ضرب 3 به این معنی هر قیمت دیگه باید ضرب 3 شود. 1 3 شود، 2 6 شود، 4 8 شود، 8 3 24 شود. به این شکل درست است. میتونین جدول را هم رسم کنید و از نگاه منطق هم میبینید که ضریب 3 چگونه شکل گراف تغییر میده. هر تابع اکسپوننشیال تابع یک تابع خوبی را در درس قبلی خواندیم. این بعضی خواص های تابع اکسپوننشیال است. خب به این ترتیب هر تابع اکسپوننشیال معکوس دارد که به لوگ x قاعده a نشان داده می شود. تابع y مساوی می شود به x و تابع معکوس یکی دیگر هستند. درست است؟
خب لگاریتم. لگاریتم آیا توان اکسپانشن را به شکل دیگر می توان نوشت؟ بله. ما گفتیم که y مساوی میشه به a به توان x و لگاریتم a مساوی میشه به x. لگاریتم y با قاعده a مساوی میشه به x. این به چی مانا؟ یعنی a به توان کدام عدد x مساوی به y است. درست است؟ a به توان کدام عدد x مساوی به y است. قسمت دوم ما تا لگاریتم را چرا استفاده میکنیم؟ دلیل دومی که چرا لگاریتم را استفاده میکنیم اینجا هم نشان داده شده. اگر تغییر در اگر تغییر خب این جدول را اول پر کنیم. خب جدول را اگر بخوایم پر کنیم میگیم که اعداد داده شده یعنی y است. پس y مساوی به لگاریتم x و قاعده a. درست است؟ نخیر. y مساوی میشه به لگاریتم x و دیگه x مساوی میشه به لگاریتم y به قاعده a. خب دیگه عدد 0.0001 را به کدام شکل نشته کرده میتونیم؟ به شکل a به توان x را چگونه رسم میکنیم؟ میگیم که 10 به توان منفی 4 است. درست است؟ 0.001 را میتونیم که بگوییم که 1 ضرب 10 به توان منفی 3. 0.001 درصد یکی در 100 است. این هم مساوی میشه یکی در 10 به توان 2 مساوی میشه به 10 به توان منفی 2. درست است؟ 100 چی است؟ 100 را میتونیم که به شکل 10 به توان 2 نشته کنیم. 10 ضرب 10 10 به توان 2 1000 10 به توان 3 و 10,000 هم 10 به توان 4. الان توان ها را اگر نشته کنیم اینجا توان چی است؟ 4 است، 3 است، منفی 2 است، 2 است، 3 است. دیگه توان هم 4 است. دیگه میخوایم یک چیز را یادآور شیم. اگر ما بخوایم که این را در جدول رسم کنیم یعنی قیمت های x و قیمت های y را در جدول رسم کنیم، خب دیگه x مساوی به لوگ y به قاعده a است. درست است؟ خب دیگه اگر ما این را به در جدول رسم کنیم، تغییر قیمت های محور y ما را اگر میبینیم از 0.001 تا 10,000 یک تغییر بسیار بزرگ است. درست است؟ از عدد بسیار خرد 0.0001 به 10,000 تغییر بسیار بسیار بزرگ است. اگر بخواید در جدول رسم کنین بسیار مشکل است که نشان بده. قیمت ها را اگر در جدول بخواید نشان بده، مثلا در شکل 0.0001 در اینجا کدام نقطه است؟ 0.001 در اینجا کدام نقطه است؟ 0.01 در اینجا 100 فرض کنیم در اینجا است. میبینیم بسیار مشکل است که رسم کنیم. 1000 فرض کنیم که 1000 100 اگر دیجا باشه باید 1000 حداقل 10 برابر از این باشه، یعنی دیجا باشه، یعنی دیجا باشه 1000 10,000 باز 10 برابر از این باید باشه، یعنی دیجا باشه. میبینیم که جدول را اگر بخوایم این قیمت ها رو در جدول رسم کنیم، قیمت های محور و بسیار بزرگ است. فاصله بین قیمت اول و قیمت آخر محور وای
بین این دو قیمت ها بسیار فاصله بزرگ وجود دارد. از خاطر که فاصله رو کوتاه کرده بتانیم، میتونیم که این قیمت ها رو در جدول رسم نکنیم، بلکه قیمت های لوگاریتمش نوشته کنیم. توان -4 -3 -2 2 3 4 یا همه لوگاریتم چی است؟ وای با قاعده ای است. میتونیم که لوگاریتم وای با قاعده ای شه نوشته کنیم. دیگه هر قیمت را که میدیدی -4 ای به این معنی که این لوگاریتم یک عدد گرفته شده که -4 شده. درست است؟ باز می‌دانیم که این قیمت ها رو در جدول آسان تر رسم کنیم. مثلا -4 -3 -2 2 3 4 را میتونیم که دیگه -4 -3 -2 2 3 4 اگر ببینین الان بسیار خوب میشه رسم کنیم دیگه شکل را. از خاطر در رسم کردن اشکال وقتی که یک مجموعه از قیمت های ما بسیار متفاوت باشه، با هم فاصله بسیار زیاد داشته باشه، میتونیم اون فاصله ها رو کوتاه‌تر کنیم، نظر به توان رسم کنیم شکل های خود. لوگاریتم عبارت از طرز ارائه نوع دیگر از طاقت می باشد. آیا اینکه محاسبه توان مجهول را به نام لوگاریتم می‌گویند؟ یعنی محاسبه این توان مجهول. اینجا y مساوی میشه به a به توان x، یعنی توان مجهول است. درست است؟ محاسبه از این x را برای ما چی میگه؟ لوگاریتم. اینجا اگر شما لوگاریتم یک قیمت را بگیرین، هر دو طرف لوگاریتم y به قاعده a، لوگاریتم به قاعده a y مساوی میشه به لوگاریتم به قاعده a لوگاریتم به قاعده a به توان x. درست است؟ این قسمت ها را ما رنگ سرخ بگیرم. لوگاریتم a یعنی قاعده a، لوگاریتم y به قاعده a و لوگاریتم a به توان x به قاعده a. الان اگر این بخواین حل کنین، خب این قسمت لوگاریتم y به قاعده a داریم و در طرف راست لوگاریتم a به توان x به قاعده a. این به این معنی که کدام قیمت، به این معنی که این a به توان کدام عدد مساوی به چی است؟ a به توان x است. خب او عددی که نامعلوم است x است البته. درست است؟ a به توان x مساوی به a به توان x است. a به توان x مساوی به a به توان x است. پس لوگاریتم y با قاعده a مساوی به چی شد؟ لوگ a به توان x در با قاعده a مساوی به x. درست است؟ به عباره دیگر لوگاریتم اگر اینجا 5 داشته باشیم و اینجا 5 مربع داشته باشیم، یعنی دو را میارین در ضریب، ضرب لوگاریتم 5 با قاعده 5 و 2 ضرب 1 مساوی به 2 میتونیم بگیریم. مادر که لوگاریتم 5 با قاعده 5 به این معنی که 5 به توان 1 مساوی به 1 است. درست است؟ میتونیم که اینی توان را بیاریم در ضریب به شرطی که اینی عدد و قاعده با هم مساوی باشد. خب این طرز دوم نوشتاری توان است. درست است؟ توان y مساوی میشه به توان x. طرز دوم نوشتاریش چی است؟ لوگاریتم هر دو طرف y و لوگاریتم a به توان x هر دو به قاعده a. دیگه این قسمت مساوی به x میشه. و دیگه اگر ببینید لوگاریتم اس بشار 3.01 با قاعده 10 مساوی به چی است؟ -3. درست است؟ دیگه میتونم بگم لوگاریتم y با قاعده 10. خب این تمرین را قبلا کارخانگی داده بودیم. خب معکوس تابع اکسپوننشیال و تابع لوگاریتمی یاد می شود. خب این را دیگه هم خوندیم. در این قسمت
خب در اینجا به این شکل دارد. تای مراحل ریاضی به این شکل است. f(x) داره مساوی میشه با y مساوی a به توان x. خب معکوس تابع را اگه بخوایم بگیریم جاهای y و x تغییر میکنه، درست است؟ جاهای y و x تغییر میکنه. معکوس تابع f(x) مساوی میشه با چی؟ جاهای y و x تغییر میکنه، مساوی میشه با x مساوی میشه با a به توان y. بعدا میتونید هر دو طرف را لوگش بگیریم، هر دو طرف را، همش از داخل قوس، همش داخل قوس. خب میشه که لوگاریتم x خب به قاعده a البته، درست است، مساوی میشه با لوگاریتم a به توان y به قاعده a. دلیلش که طور قاعده a میگیرم از خاطر که دیگه ما یعنی y را تنها بگذاریم. در ادامه داریم y ضرب لوگاریتم a به قاعده a و این هم قیمت یک است، درست است. a به توان یک مساوی با a است، درست است. در نتیجه لوگاریتم x به قاعده a مساوی با y که در اصل چی است؟ که در اصل معکوس اینی تابع است. خب البته اینی تابع معکوس ازی است. هر دو طرف را اگر لوگاریتم شو بگیریم کدام تغییر نمیآید در معادله، بالاخره میگیم که اینی نتیجه معکوس این تابع است. خاطر که ما هر دو طرف را لوگاریتم شو گرفتیم و قبل از اینکه لوگاریتم شو بگیریم معکوس شو گرفتیم، باز هم معکوس است. در مثال 5 مساوی میشه 25 مساوی میشه با 5 مربع. ما میتونیم بگیم که 5 مساوی با خب این قسمت را من دوباره میبینم. سوال داشتم در درس بعدی من براتون وضاحت میدم که چرا دیگه درست نمیشه. خب درس ادامه میتیم. این قسمت را من میبینم درس بعدی بر شما وضاحت میتونم یا در روز شنبه درس حضوری وقتی گرفتیم. خب گراف تابع y مساوی میشه با 3 به توان x با لوگاریتم x به قاعده سو رو رسم کنید. خب شما اول جدول را رسم میکنید، قیمت های 0 منفی 1 منفی 2 1 2. بعدا قیمت گذاری میکنید در این تابع 0. خب 3 به توان 0 1 میشه، 3 به توان 1 3 میشه، 3 به توان 2 9 میشه، درست است. به این شکل به طرف چپ هم یکی در 3 یکی در 9 و لوگاریتم. خب لوگاریتم x به قاعده 3 چگونه حل میکنین؟ خب 1 را میگذارین، 0 را میگذارین، 1 را میگذارین، 2 را میگذارین، منفی 1 و منفی 2 را میگذارین و این قیمت ها رو دیگه نشته میکنین. مثلا لوگاریتم فرض کنیم 1 به قاعده 3 چی است؟ خب 3 به توان کدام عدد مساوی به 1 است؟ 3 به توان کدام عدد مساوی به 1 است؟ و حتی هر عدد به توان 0 مساوی به 1 میشه، درست است. دیگه ما داریم که x ما 0 شد و هم y ما 0 شد. دیگه ما y گفتیم چه با y است، y ما 0 شد، درست است. خب برای 0 نشته کردیم، برای قیمت 1 نشته کردیم، برای 0 لوگاریتم 3 به توان خب y مساوی میشه به چی؟ لوگاریتم x به قاعده 3. خب دیگه در جای x 0 میگذاریم، لوگاریتم 0 به قاعده 3. 3 به توان کدام عدد 0 است؟
مساوی به وای است. سی به توان وای مساوی به صفر است. خب البته و اگر وای منفی لای تناهی شود، سی به توان منفی لای تناهی مساوی به صفر میشه. درست است؟ چرا؟ حالا سی به توان منفی لای تناهی بر ما یکی در سی به توان لای تناهی را میده و او هم یکی در سی ضرب سی ضرب سی به اندازه لای تناهی و هم یکی در یک عدد بسیار بزرگ لای تناهی و یک در لای تناهی ما چی است؟ صفر است. از او خاطر وای مساوی به منفی لای تناهی میشه. حالا اینجا چرا صفر نه لای تناهی نیست؟ صفر اگه دیگه بگذارین یک میشه. اگه یکی در سی رو بگذارین، خب دیگه اگه اشتباه است یعنی قسمت ما در صفر منفی لای تناهی است. درست است؟ و دیگه هم در گراف اگه بگیریم وای مساوی میشه با لوگاریتم سی اکس به قاعده سی در قسمت وای مساوی میشه به صفر، یعنی دینی خط به منفی لای تناهی میاره. درست است؟ یعنی گراف به منفی لای تناهی میاره. وقتی که اکس به صفر نزدیک شود، یعنی تابع به صفر نزدیک شود، قیمت تابع به لای به منفی لای تناهی میاره. خب به این شکل این نقاط را با هم رسم میکنیم. یعنی جدول رو بعدا دیگه انتقال میدیم. دیگه متوجه باشین که a به توان صفر مساوی به یک است و لوگاریتم a به قاعده a یک میشه، به خاطر که میپرسیم که لوگاریتم a به قاعده a یعنی a به توان کدام عدد a است. خب a به توان x اگر a باشه دیگه x ما یک است. البته درست است به این شکل. و این قسمت ما را چگونه حل میکنیم؟ لوگاریتم یک به قاعده a مساوی به چی باید باشه؟ یعنی به چی مانا؟ a به توان کدام عدد مساوی به یک است. خب میگیم که هر عدد به توان صفر یک عدد. درست است؟ پس x ما چه شد؟ صفر شد. اگر fx مساوی میشه با لوگاریتم x به قاعده c داده شده باشد، قیمت fc f9 fc به توانی یعنی c به توان منفی دو چی است؟ یکی در 9 است البته. و f یک را به دست آورید. شما در این لوگاریتم x به قاعده c، خب در ابتدا به جای x چی میگذاریم؟ به جای x قیمت 3 میگذاریم. 3 به قاعده 3 در اصل قیمت جوابش چی است؟ 1 است. درست است؟ 3 به توان 1 مساوی به 3 به توان 1 مساوی به 3 است. دوم لوگاریتم 9 به قاعده 3 مساوی به چی است؟ خب 3 به توان x مساوی به 9 است. 9 را میتونیم 3 به توان 2 بگیریم. دیگه قاعده ها با هم مساوی است، پس توان ها هم با چی باشه؟ با هم مساوی باشه. پس x ما 2 است. یعنی این y هم قیمت تابع. میتونیم اینجا y بگیریم، بهتر است که y استفاده کنیم. همیشه x استفاده میکنیم ولی میشه y استفاده کنیم. درست است؟ قسمت سوم یه هم شد. در این قسمت لوگاریتم سی به توان منفی دو به قاعده سی. خب دیگه گفتیم که اینی قاعده و یعنی قیمت و قاعده با هم مساوی است، پس توان از این میشه که در به شکل ضریب بیاید. یعنی منفی دو ضرب لوگاریتم سی به قاعده سی. سی دو ضرب قیمت یک است ضرب یک منفی دو شد. درست است؟ و لوگاریتم x به قاعده سی مساوی میشه با لوگاریتم یک به قاعده سی. به این معنی که اگر ما مساوی با y بگیریم، سی به توان y مساوی میشه به یک. دی معنی هر عدد به توان صفر یک است. درست است؟ پس y ما مساوی به یک است. دیگه این سوال ها را حل کردیم. y مساوی به صفر است میباشید.
خب دیگه میگه اگر لگاریتم x به قاعده سی مساوی به 4 داده شده باشد x را پیدا کنیم. خب به این سوال را میشه بگوییم که 3 به توان 4 مساوی به x است. درست است؟ 3 به توان 4 مساوی به x است. طرز دوم نوشتاری لگاریتم به شکل توان. بعدا میگن که x مساوی میشه به 3 به توان 4 39 99 81. درست است؟ خب خواص تابع لگاریتمی این خواص را خواندیم. دیگه یعنی قاعده هر چی که باشه، هر قاعده اختیاری، نتیجه باید هم صفر است اگر در اینجا قیمت یک باشه، بخاطر که هر عدد به توان صفر یک است. هر عدد به توان صفر یک است. ای به توان صفر یک است. 10 به توان صفر یک است. 5 به توان صفر یک است. از او خاطر این قیمت ها را ما میگیم که هر عدد و یا هم ای به توان صفر یک است. در این صورت تابع لگاریتم تنها یک جذر حقیقی دارد. درست است؟ خب اینجا گراف تابع لوگاریتمی در سیستم مختصات قومیه از نقطه یک صفر میگذرد. یعنی قیمت محور وایش صفر و قیمت محور اکسش یک. درست است؟ از اکس یک و وای صفر میگذرد. اگر ما بخوایم که در جدول رسم کنیم، اگر قیمت ها با هم مساوی نباشه پس لوگاریتم قیمت ها مساوی نیست. درست است؟ خب اینجا قیمت گذاری میکنیم. ما جای x که در 8 میگذاریم و 16 میگذاریم و دو بار حل میکنیم. اینجا دو بتوان کدام عدد؟ دو بتوان البته 4 مساوی به 16 است. پس قیمت از این 4 شد. ما توانش پیدا میکنیم. در لوگاریتم همیشه ما توان پیدا میکنیم. خب این سوال را حل کنین. اگر سوال داشتین در درس بعدی میپرسیم. درس بعدی را از اینجا ادامه میدیم. تشکر از اشتراکتان. روزتان خوش. خدا حافظ.